سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. امیدوارم خودتان خوبید و سرعت اینترنتتان خوبتر است و ما را به مشکل می‌بینید. امروز در این باره گپ می‌زنیم. بهانه معاون رئیس خدمات علاقه درباره سرعت سست اینترنت در تاجیکستان بحث زیاد را برپا کرد. در حالی که مردم شرکت‌های مخابراتی و خدمات علاقه را به تنظیم به گفتهشان نادرست اینترنت تنقید می‌کنند، الهام عطایف روز 13 ایول گناه را به دوش مشتریان گذاشت. عیب از همین نافهمی نادرست استفاده بردن بعضم نشه که این شهروند اومد که من تعریف ما تیز بود میشه اینترنتی ما بعد گیرون کردیم در همون سیستم همش گیرونه هم بلوتوث هم پرداچ دانک هم همینو یعنی که از همون ایسو در 2 سال اخیر این اظهارات سوم و بحث برانگیز معاون بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان درباره سرعت سست اینترنت است. الهام عطایف سال 2021 چنین بهانه پیش آورده بود. انتخاب درستی تجهیزات نهایی. اینا ببینید شما اگر در خانه تلویزیونی با صفت ناز داشته باشه، ناز میبینید رنگی خوب، سیستمی خوب. اگر تلفن موبایلی با صفت باشد که سرعت طلبات تکنیکی رو اجرا نمیکنن، البته اینم امید شده میتونه. از آن پیش در سال 2020 موقع جغرافی را سبب اساسی نامید. این از همه پیش جایگیری موقع گیوگرافی جمهوری وابستگی دارد. بهانه‌های پیهم و بوالعجب و به هم ضد رهبریت خدمات علاقه تاجیکستان کاربران را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی خشمگین کرده است. ادعای آن را شرم‌آور خوانده دیگران منصبداران را به نقش‌آفری و دروغگویی به مردم نکوهش کردند. یکی از آنها پرسیده است که اینها بی‌سوادند یا فکر می‌کنند که مردم بی‌سوادند. کاربر به ذکر نام در سامانه رادیوی آزادی نگاشته است مقامات می‌خواهند که مردم از اینترنت دور باشند و سببش را هم گفته است. شهر را یک جای می‌بینیم. این را مخصوص چنین می‌کنند. سیاست خردمندانه همین است که خلق به اینترنت کمتر درآید و از حقوق خود کمتر آگاه شود. پرویز هم در یوتیوب با عین مضمون فکرش را نوشته و گفته است برای منصبداران مردم چقدر بی‌سوادتر باشند همان اندازه خوبتر. بسیاری از شهرنویسان بیانیه معاون رئیس خدمات علاقه را درباره گویا اینترنت خوری بلوتوث به بحث گرفته و آن را افسانه معاصر نامیدند. نورک تیجی در یوتیوب چنین نوشته است: هیچ چیز را نفهمیدم. پولش را با سرعت بلند میگیرند اما اینترنت را با سرعت پست میدهند. اینجا بلوتوث چی دخل دارد؟ من حیران. قیام‌الدین محی‌الدینوف شوخی‌آمیز خانه‌های بلند آشیانه استقامتی را گناهکار دانسته است. بخت پولاد میگوید که بهتر است چنین منصبداران در تئاتر کار کنند چون به باور او نمایشنامه‌های بهترین خواهند نوشت و نمایش بهترین را روی صحنه خواهند آورد. در این میان آنهایی نیز هستند که گپ معاون رئیس خدمات علاقه را درست شمردند. یکی از آنها به نام قهار چنین نوشته است: برای تلفن‌های امروزه اینترنت بی لیمیت لازم است. گپ جانشین رئیس خدمات علاقه راست است. ترافیک در پیش تلفن‌های نو هیچ چیز نمی شود. بخش دیگر از شهرنویسان از آن شکایت کردند که در حال سرعت اینترنت سست است، ارزش آن در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه بالا است. شرح جمشید عارفیان را از فیسبوک می‌خوانیم. در تاجیکستان تقریبا نرخ هر نوع خدمات قیمت‌تر از کشورهای همسایه است. مصرف عبور راه پولکی 10 برابر قیمت‌تر از شاهراه قزاقستان است. به 85 سامانه در ازبکستان بسته یک ماهی اینترنتی با سرعت 4G به اندازه 50 گیگابایت خریده می توانید. در روسیه و قزاقستان از این هم ارزان تر شاید باشد. بینر اسکندرова در هم‌آوازی نوشته است که در تاجیکستان فقط سرعت نرخ بلند است، سرعت باقی مانده همه چیز سست. کاربر دیگر گفته است نه اینکه سرعت اینترنت بلکه رابطه موبیلی نیز در بسیاری از گوشه‌های تاجیکستان مشکل دارد و افزوده است: مخصوصاً در بسیاری از ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان علاقه موبیلی شرکت تیسل خیلی پست است. در درون خانه گپ زدن نمی‌توانند. شهرنویسی که ظاهراً مهاجر است و در روسیه کار می‌کند از مقامات پرسیده است که تا کی مردم را به گفته او در تاریکی و ظلمت نگه می‌دارند. شرحش این است: چند سال است پروبلمای سرعت پست اینترنت در تاجیکستان حل خود را نمی‌یابد. این چی گپ در عصر 21؟ خدمات علاقه سرعت بلند اینترنت را تامین کنید. آدمان مخصوصاً جوانان از نویگری‌های عالم علم و دانش و معرفت باخبر شوند. مگر دلتون نمی‌سوزد؟
و کاربر همه این عرض و شکایت ها را در حال حاضر آب در هاون کوبیدن نامیده است و بحث ها را با یک جمله خلاصه کرده است که تا روزی که منوپولیای ساحه است وضع از این بدتر می شود و بهتر نه. شما سبب سست بودن سرعت اینترنت را در تاجیکستان در چی می‌بینید؟ نظر و پیشنهادهای خود را به تحقیر بنویسید یا در ویدیوی ثبت کرده و به ما فرستید. شماره تلفن و آدرسی سامانه اینجا هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.